نرگس زاکرова آوازخوان ازبک تبار که آرایشی غیرعادی میکند بنابر بی‌حرمتی نسبت وطنش ازبکستان از طرف کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام مورد تنقید و مذمت زیاد قرار گرفت. نرگس در پاسخ به انتقادهای کاربران اینستاگرام گفته است ازبکستان دوزخی بود که از آنجا فرار کرد و دیگر خود را فرزند ازبکستان نمی شمارد. اما دیرتر نرگس از هوادارانش برای سخنان تحقیرآمیز بخشش پرسید و گفت که آن را از سر خشم نوشته است. صحبت امروزه برنامه در همین باره است و با همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی سیراج الدین اسلام. سلام، مهمانی برنامه امروزه ما سیراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی است و صحبت نیست درباره رفتار بحث برانگیز نرگس زاکرova یکی از آوازخوان‌های شناخته ازبکستانی. سیراج به برنامه ما خوش آمدید. طوری معلوم نرگس از چیز سخت عصبانی شده است که نسبت به هموطنانش گپ‌های سختی زده است. درباره او در اینستاگرام چی گفتند که این گونه الفاظ قبیح به کار برده است؟ البته رفتار او را دوست ندارن و بعضی ها میگن که مثلا شکل اندامش، تاتوهاش، موی سرش را دوست ندارن و البته بعضی ها میگن که صداش دوست دارن، حتی اندامش دوست دارن، رفتارش دوست دارن، ولی معمولا مردم ازبکستان چون تاجیکستان این گونه رفتارها را، این گونه مثلا شکل و شمایل را دوست ندارن و استفاده کننده های اینترنت در فیسبوک ها، در توییتر ها، در اینستاگرام خیلی انتقاد کردن. بعضی ها گفتن که حتی صداش دوست ندارن و گفتن که نرگس زاکرova یک لطمه برای مردم ازبک است. و رفتار و سخنان نرگس چه تاثیری به هوادارانش داشته میتواند و آیا ممکن است که مقامات ازبکستان هم به گفته های او واکنش نشان بدهند؟ البته نرگس زاکرova در جواب به اون یوزرها یعنی استفاده کننده های اینترنت گفته است که او از ازبکستان نیست، اصلا نبود، از سیستم ازبکستان، از خود ازبکستان بیزار است، از مردمش بیزار است و از شما بیزار هستم گفته است. ولی و غیر از این گفته است که مثلا حتی از دین شما من نیستم. واژه های خیلی تحقیر آمیز را استفاده کرده است و پس از یک دو روزش نرگس زاکرova برآمد کرد و گفت که من نادرست کردم، اصلش اینو در نظر نداشتم. بعضی ها خیلی تحقیر میکنند و تشناع میدهند و این جواب من بود به آنها و اصلا ازبکستان را دوست دارد. و سیراج، این گونه حادثه ها به مثل تنقیدهای سختی نرگس و واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی زیاد مشاهده می شود و البته کاربران را به دو جبهه تقسیم می کند. بعضی از آنها دلشان به آوازخوان ها می سوزد، بعضی دیگر می گویند که آنانی که در صحنه هستند باید به بحث و مکالمه و تنقید نسبت به آنها عادت کنند. نظر شما در این باره چه است؟ خود نرگس زاکرova احساس می کند که الان به نظر می رسد که یعنی همون حد را گذشته است و البته طرفداراش میگن که این آزادی سخن است و حق دارد، ولی اونایی که بر ضد نرگس زاکرova میبرن میگن که این آزادی سخن نیست بلکه تهوین و بدگویی از یک ملت، از یک کشور است و آنها آماده نیستند که نرگس را مثلا حمایت کنند. و سیراج، واقعا درباره خانواده نرگس صحبت کردی. راجع به این خانواده زاکرova که در رشد موسیقی در ازبکستان سهمی زیاد دارند بیشتر میگفتی؟ خانواده زاکرova شاید معروف ترین خانواده اهل صنعت ازبکستان باشند، چون که فاروق زاکرov مثلا یکی از اساسگذارای تیم یلا می باشد که یکی از معروف ترین گروه های موسیقی در اتحاد شوروی سابق بود، از جمله در تاجیکستان. بله. غیر از این باتیر زاکرov که معروف ترین آوازخوان مثلا زمان شوروی سالهای 60 قرن گذشته بود. غیر از او خانواده زاکرova اکتورهای زیاد دارند، مثلا صنعت‌شناسای زیاد دارند، موسیقی شناسای زیاد دارند. یک سلاله است که خیلی معروف است و خیلی مردم دوستش دارد و این رفتار نرگس زاکرova بالاخره به آبروی اونها نیز شاید تاثیر کند، یعنی به لطمه وارد کند.
تشکر. سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر.